حالا با توجه به این شرایط دلار و وضعیت سخت معیشتی هم که هست، واقعا باید یه مقدار بیزینس‌های شبیه بیزینس‌های شما تو زمینه بازاریابی بیشتر کار بکنن، زیبایی‌های ایران رو به مردم نشون بدن، چون عملاً دیگه کسی سفر خارجی نمیتونه بره. همسفرهای ما که با همون سفر میان، شاید اگر سفرهای خارج از کشور میرفتن، الان به واسطه هزینه‌ها و قیمت دلار ترجیح میدن که سفرهای داخلی برن، چون هزینه‌ها واقعاً به نسبت درآمدها و به قول معروف پول کشوران خیلی زیاد شده و از اون سمت هم کسایی که سفرهای داخلی میرفتن سفرشون خیلی محدودتر شده، همش هم به خاطر شرایط مالیه، وگرنه نه کسی از طبیعت رفتن بدش میاد، نه کسی از سفر رفتن بدش میاد، تو شرایطی که الان به قول معروف خیلی سخت شده برای همه.